فکرشو بکنین، به مقصد رسیدین ولی تازه استرس اصلی شروع میشه. پیدا کردن یه جای پارک امن. بیاین با هم ببینیم چطوری میشه این نگرانی همیشگی رو برای همیشه حل کرد. تا حالا شده موقع پارک کردن اون لحظه آخر دلتون هوری بریزه پایین، همون صدای وحشتناک کشیده شدن ماشین به ستون یا خوردن سپر به دیوار؟ وای، این کابوس رو هممون تجربه کردیم یا حداقل بهش فکر کردیم. همین نگرانی کوچیک میتونه کل روز آدم رو خراب کنه. ولی میدونین چیه؟ واقعا لازم نیست اینقدر استرس بکشیم. خب، خبر خوب اینه که برای این مشکل یه راه حل خیلی خوب و هوشمندانه هم وجود داره. بیاین با هم ببینیم چطوری میشه پارکینگ ها رو از یه جای پر استرس به یه پناهگاه امن تبدیل کرد. اینجا یه شرکتی هست به اسم پارت فرایند ماندگار که راه حل‌های خیلی جالبی برای این موضوع داره. کارشون دقیقاً همینه، یعنی تخصصشون روی تجهیزات ایمنیه که برای حل همین مشکلات ساخته شدن. خب، حالا بریم ببینیم این تجهیزات دقیقاً چطوری هم از ماشین شما محافظت میکنن، هم از خود ساختمون. اولین قدم اینه که خود فضای پارک رو ایمن کنیم. 2 تا محصول کلیدی اینجا داریم. یکی استاپر خودرو و اون یکی محافظ ستون. ببینین کارشون خیلی ساده است. استاپرها نمیذارن ماشین بیش از حد جلو بره. محافظها هم ستونها رو از ضربه حفظ میکنن. یعنی یه جورایی محافظت 2 طرف است، هم برای ماشین هم برای خود ساختمون. حالا بیان یه نگاهی به ویژگی‌های محافظای ستون بندازیم. اول از همه جذب ضربه قوی. یعنی چی؟ یعنی اگه برخوردی هم پیش بیاد، این محافظا انرژی ضربه رو میگیرن و پخشش میکنن تا آسیب به حداقل برسه. اما یه چیز شاید حتی مهمتر، اون نوار شبلنگ روشه. این نوارها تو نور کم قشنگ برق میزنن و به راننده کمک میکنن فاصله‌شو با ستون بهتر تشخیص بده. در نتیجه اصلا برخوردی اتفاق نمیفته. یه مزیت خیلی مهم دیگه هم دارن، نصب فوق‌العاده آسونشون. یعنی اصلا نیازی به تیم تخصصی و ابزارهای پیچیده و این حرفا نیست. این ویژگی به خصوص برای مدیرای ساختمون‌ها خیلی مهمه، چون هم هزینه‌ها رو میاره پایین، هم کل پروژه ایمن‌سازی خیلی سریع انجام میشه. و نکته جالب اینه که این راه حل‌ها فقط برای یه نوع پارکینگ خاص نیستن. فرق نمی‌کنه پارکینگ یه مجتمع مسکونی باشه، یه برج اداری شیک باشه یا حتی یه کارخونه بزرگ صنعتی. این تجهیزات ایمنی همه جا کاربرد دارن و خیلی راحت نصب میشن. اما داستان ایمنی فقط به پارکینگ ختم نمیشه. همین نگاه و همین تفکر رو میشه برای محافظت از مهمترین دارایی هر شرکتی، یعنی کارمندهاش هم داشت. حالا بیاین از پارکینگ بریم تو محیط کار و ببینیم اونجا چطوری میشه یه فضای امن و البته پربازده ساخت. فقط یه لحظه خودتون رو جای کسی بذارین که مجبور ساعت‌های طولانی روی یه کف بتونی سفت و سخت بایسته. این فشار دائمی به پاها، کمر و مفاصل فقط خسته کننده نیست، بلکه در طولانی مدت میتونه آسیب‌های جدی به همراه داشته باشه. راه حلش چیه؟ استفاده از این تایل‌های ارگونومیک. اینا دقیقاً مثل یه ضربه‌گیر نرم عمل میکنن و فشار رو از روی بدن کارمندها برمی‌دارن. این مقایسه همه چیز رو خیلی واضح نشون میده. یه کارمند که خسته است و درد داره، خب معلومه که کارایش میاد پایین. اما وقتی محیط کارش از نظر فیزیکی راحت تر باشه، هم تمرکزش میره بالا، هم انرژیش بیشتر میشه. پس ببینید، این یه هزینه برای رفاه کارمند نیست، این یه سرمایه‌گذاری مستقیم روی بازدهی و کیفیت کار. پس نکته اصلی اینه، ساختن یه محیط امن، چه تو پارکینگ چه تو محیط کار، هم خیلی ساده است و هم کاملا در دسترسه. پیام اصلی همینه، کیفیت و ایمنی باید دست تو دست هم باشن. این دقیقا همون اصلیه که تو طراحی تک تک این محصولات از همون محافظ ستون‌ها گرفته تا این تایل‌های ارگونومیک رعایت شده. خب، حالا چطوری میشه به این راه حل‌ها رسید؟ 2 تا راه خیلی ساده جلو پاتونه. یکی این که برای دیدن جزئیات کامل میتونین به صفحه‌شون تو دیجیکالا سر بزنین. راه دوم هم اینه که برای مشاوره تخصصی و سفارش مستقیم با خودشون تماس بگیرین. این هم شماره تماس مستقیمشون 0935 212 1010. یادتون باشه یه مشاوره تخصصی برای اینکه ببینید دقیقاً چه چیزی برای فضای شما مناسبه، فقط به اندازه یه زنگ زدن باهاتون فاصله داره. و سوال آخر اینه که آماده این که ایمنی رو به محیط کار و زندگیتون هدیه بدین؟ چون این واقعاً فقط یه هزینه نیست، یه هدیه است. هدیه‌ای که نتیجهش میشه آرامش خیال و بازدهی بیشتر برای همه.